سلام. توی ویدیو دوم میخوام که به بزرگترین سوالی که همیشه برای همه پیش میاد جواب بدم. اونم این سواله که چه روغنی برای وسیله نقلیم استفاده کنم. ببینید، توی این بحث ما دو تا مسئله داریم. مسئله اول بحث کیفیته، مسئله دوم بحث گرانرویه. اولا که به همه پیشنهاد میدم توی اینترنت همیشه سرچ کنید ببینید که چه روغنی رو برای اون وسیله نقلیه شما پیشنهاد داده. ولی به طور کلی اگه بخوایم در این مورد توضیح بدیم، ببینید در مورد بحث کیفیت به ترتیب حروف انگلیسی از کم به زیاده. به عنوان مثال اینکه SG هست کیفیتش پایینتر از اینیه که SJ هست و باز SJ کمتر از SL و SL هم باز کمتر از SM و SM هم کمتر از SN و SN از SN پلاس و SP هم از SN پلاس بالاتره که دیگه SP معمولا بالاترین نوع کیفیته که تو ایران هم کمتر از بالاترین ها معمولا تو ایران SN پلاس هم. خدمت شما عرض کنم این یک بحثه. بحث دوم بحث گرانرویه که گرانروی به همون سفتی یا شلی روغن میشه عامیانش رو توضیح داد. به عنوان مثال این 2050 این 1040 این که رقمش از این بیشتره این روغن سفتریه و باز 5C از این یکی شلتره. ببینید هر چقدر که روغن سفت‌تر باشه معمولا تو ماشین‌های یا وسیله‌های نقلیه قدیمی‌تر روغن‌های سفت‌تری رو به کار می‌بردن، چون معمولا اون موتورها داغ‌تر کار می‌کردن و بنابراین باید روغن سفت باشه تا در طولانی مدت در اثر گرما دیرتر شل بشه و اون اثر چسبندگیشو از دست بده. و اینکه اگر دقت کنین توی همه برندها یا اکثر برندها، اگر نگیم حالا همه چون استثناءاتی هم هست، معمولا رنگ آبی برای 1040 است و رنگ قرمز هم برای 2050 است. اینجا الان نمونه SMش هم میبینید از شرکت بهران و همینطور معمولا برای گرانرویای دیگه هم باز رنگ‌های دیگه‌ای تو هر برند استفاده میشه. از اینکه تا آخر این ویدیو تماشا کردین ازتون ممنونم. انشالله در قسمت بعدی هم راجع به این که چه زمانی باید روغن موتور یا همون روغن وسیله نقلیه اون رو عوض کنیم به شما توضیح خواهم داد. مرسی از توجهتون.